دنیا عجیب نیست، آدم ها عجیبند. تا زمانی که هستی آسوده از بودنت، گاهی تنهایت میگذارند، گاهی ترکت میکنند، گاهی فکر میکنند که بودنت برای همیشگی است، ولی زمانی برایشان عزیز میشوی که دیگر نیستی. پس باید رفت از دنیای کسانی که برای بودنت احتیاج ندارند. باید رفت از دنیای نفرانی که از خوب بودن تو استفاده نموده هر چی دلشان خواست در حق روان میبینند. باید رفت از شهری که بوی محبت هیچ به مشام نمیرسد. باید رفت آنگونه که حتی روحت خبر نیابد که به کجا میروی، تا اطرافیان دلآزارت ندانند که کجا هستی و دوباره نتوانند قلبت را شکنند.